حمد بی حد و ثنای بی اعداد به خدای که نور ایمان داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان و هواداران شبکه کلید اسرار. خوب برادران عزیز، یک مادر چند روز می شود که به ما مراجعت کرده ایستاده است که من در یک مشکلی خیلی سخت قرار دارم، من کسی ندارم، من در روسیه در مویکه کار میکنم، یعنی ماشین ها رو میشویم، خیلی در مشکلی سخت هستم، بیمار هستم، الحال خیلی همین کار به من زور آمده است، میخواهم به تاجیکستان برگردم، حتی همون مبلغی به تاجیکستان رفتن رو ندارم. چند روز شد باور کنین، من اول باور نکردم. بسیار امروزها به ما مراجعت میشود، گفتم مادر عزیز چگونه به تو باور کنم؟ ویدیو کنید به من روان کنید که تو ما بگذارم برادران تماشا کنند و مثال خودشون آن حالت باورت میکنند. گفت دادر جان، من یک پسرچه دارم، شاید گفت روز کلان شود و مرا ببیند در شبکه های اجتماعی، خجالت زده شود که مادر من هم خیلی طلبندگی میکرده است، من تنها زورم آمده است، در اینجا سرسان و سرگردان گشتم، از همین سبب میخواهم که به من سوم زیادی در کار نیست، و من همون قدر مبلغ جمع شود که من به تاجیکستان به نزد فرزندم بروم. گریان شد، حتی باورش نکردم، همه عکس هایش روان کرد، گفت این همه عکس های مرا بگذار، این بازی آوازش میمونم گوش بکنین، این عکساشا کسی که کمک کردن میخواهد به خاطر الله همین مادر که به تاجیکستان بیاید، این همین کارت ده مبلغ خودتون بگذارین، کارت با نام محمد صالح نورعلیویچ، و انشاءالله که مادر به تاجیکستان بیاید رفته پیشش صحبت میکنم و نوار میگیرم بهر شما میگذارم، تماشا بکنین و روی مادر رو انشاءالله که میپوشونیم، چون که هیچ کس نمیخواهد که مادرش در این حالت ببیند. کدام از ما و شما میخواهیم که مادرمون در بین مردم خیزد و گپ زنند که به من کمک کنین، اما مادر است، این زن است، کاری که این مادر کرده است این کاری مرد است، نه کاری زن. زنها باید در خانه باشند و نشینند و فرزنداشون را تربیت کنند، اما از سبب این زندگی مجبور کردنشون رفته به همه کارهای مردانگی دست میزنند. بعضیش دیدیم استرویکه کار کردگی هستند، به خدا قسم کفل میچین، دام برداشتن، زن با مردها کار میکرد، ناعلاج. ثبت مادر را گوش کنیم، بعدش انشاءالله یک چند سخن دیگر داریم. سلام علیکم اکای امید، سازی خوبی، سلامتیت خوبه اکای امید؟ التماس همین رسما ما بمونه اقلن همین مرا کمک کنه، من به نوار گرفته خدمه گپ زدن نمیتونم. التماس اکا جان، التماس خاک پاتون شب نزنی به ناموسم، خواستم خودم کار کنم، به اولای کفی دستم خانه کنم، به فرزندم در تربیم بگیرم، کلام کنم. افسوس سلامتیم خوب نیست اکای امید، باورم کنه، التماس دستگیریم کنه، سخت احتیاج دارم به شما. هر کی را قدرت بر توانایی، کسی که اینمی میخواه کم بیشم یاردمم کنه اقلا. مدد از درگاه خداوند، یکی خدای شما سبب میشه، یکی پروردگار سبب شما هستی. چه زشیدگی شکل توکل به خدای جبار. مرم یک زنی مسلمانم الحمدلله در وطن رسم باشم اکن، تا حال من به طورت به نماز نگشتم. شکر خداوند مهربان که ایمان کاملم داده که جو. ای خداوند می ترسم، برادرای عزیز، به خاطر الله هر کسی که قوت و توانایی دارد کمک کنید به همین مادر. هر کسی که قوت و توانایی ندارد تنها در حق همین مادر دعا بکنین، در حق همه مادرانی که امروز در مهاجرتی به مشکلی ها دچار هستند و بعضیش استرویکه کار میکنند، بعضیش دیگر کارها میکنند، دعا کنید که خداوند مشکلشان را آسان بگرداند. ما همیشه باید که در حق مادران دعا بکنیم. وقتی که یک مادر میبینه که ماشین شوشته ایستاده است،
дар ҳол модари хита дар ҷои ӯ тасаввур кун. ҳатман иншоалло баъдан дарк мекунӣ. баъдан ба қадри модар мерасем, баъдан ба қадри ҳамсаромон мерасем, ба қадри хоҳару апомон мерасем. касе ки кӯмак мекунад ба ҳамин модар марҳамат кӯмаки худтона бикунен. иншоалло ки садақа дар бораш бисёр суҳбатҳо кардагӣ ҳастем. ин садақа аз ҳама офатҳотро нигаҳ медорад. фикр накӣ ки ту дар ҷа 1000 рубл хайр кардӣ, 100 рубл хайр кардӣ, худо камш мекунад. баръакс худо 10 маротиба зиёдаш мекунад. ҳам аз офатҳои ҳамин замон нигоҳот медорад, аз балоҳои марговар мегах садақа нигоҳ медорад инсона. садақа бисёр аҷру подоши бузурге дорад, ҳам дар дунё ҳам дар охират. касе хайр мекунад марҳамат ина кардада хайр кунен. боқи худованд нигаҳбонтон боша. ҳатман ҳамин авора паҳн кунен дар имо, ватсап, одноклассник ки дар ҳама сайтҳо то кӯмаки ҷамъ шаваду ба ҳамин модар ва ин модар ба Тоҷикистон баргардад. худо ёру мададгоратон бошад.